به نظر من ارزشش رو داشت که ساعت 2 صبح از خواب بیدار شم و بخوام برم بلندترین قله تهران رو صعود بکنم. ساعت 2:30 صبح ما از تهران شروع به حرکت کردیم. ساعت 4:30 پای کار بودیم و شروع به پیمایش کردیم به سمت قله خلنو. از برف‌های قله خلنو یه رودخونه خیلی قشنگی تشکیل شده و این رودخونه به روستای لالون میرسه و از این رودخونه ما باید چند بار بگذریم تا برسیم به خود قله. این کوههای بالا رو که می‌بینید بهش میگن یال. ما باید برسیم به یال، یعنی به اینجا برسیم و تازه بتونیم قله رو ببینیم و ببینیم قله کجا هست. این سمت هم هنوز ماه تو آسمونه و پایین نرفتیم. بازم عبور از رودخونه رو داریم. یه نمایی هم از پشت سرمون ببینید ما از کجا اومدیم و به کجا رسیدیم تا الان. این رودخونه یه آبشار خیلی قشنگی هم داره. اینم از آبشارش. بعد 2 ساعت پیمایش وقت صبحونه است. این چادرها واسه بچه‌هایی بودن که شب مانی داشتن و امروز دیگه می‌خواستن صعود کنن. ساعت 10 صبح و ما رسیدیم به یال. از یال 2 راه وجود داره برای صعود به خلنو. یا از کاسه میتونید برید یا میتونید از تیغه‌های ژان دارک برید. من از کاسه رفتم. چرا؟ چون احتمال پاره شدن شلوار توی تیغه‌ها وجود داره و اینکه تیغه‌های زر سخت هستش. اگه شما می‌خواید از تیغه‌ها صعود بکنید، نمیدونم شلواری که همراهتون داشته باشین که شلوارتون آسیب نبینید. رسیدیم تو برفا. اینو دیگه باید برسیم به قله. برف رو باید بکوبیم. بریم تا بالا. این مسیری هستش که سمت تیغه‌های ژان دارک میاد و اینور خلنو کوچک و برج خلنو وجود داره. اگر اونور صعود کنید اینا رو می‌بینید. ما ساعت 12 رسیدیم و قله خلنو رو صعود کردیم. من این صعود رو با باشگاه زاکروس رفتم. آدم باحالی ان. اگر خواستید که قله رو صعود بکنید پیشنهاد می‌کنم که باشون برید. اینم یه نمایی از روستا.